3 2 1 صدق نداره. صدق چی میگی؟ کات می‌خوره. اصلا کات نمیدم. تو بتونی اینجوری وایسی. ویدیو میاد. فکر می‌کنم کات نداره. ببین. سلام دوستان، از ارادت امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان امروز اومدیم با یه دونه ویدیو که موضوعش قراره این باشه که زنگ بزنیم به دوستان و آشنایان و بگیم که یه جای گیر کردیم، حالا یه مقداری پول میخوایم، ببینیم که چقدر مایه میذارم. سلام. من دوستای گلم. اینو به زور کشوندیمش عمو جوادا. کلیپو باهاش بگیریم. درگیر اتاق بودیم، هنوزم کامل نشده. گفتیم حالا یه دلی بدیم بیرون فعلا ویدیو. قراره زنگ بزنیم به دوستامون ببینیم آقا کدومشون پول میدن. چقدر دیگه؟ 1 تومن خوبه؟ 1 تومن اوکی. دوست ما بچه پایین میشه 1 تومن دست بالش نمیده. آره. اولی بودرس. بریم تو کارش. بنده خدا آره بو خورد. بارن حفظ صداشم بیاد. میکروفون باد می‌خریدیم. نخندی داداش. نخندی. جواب نمیده. پول میخوای؟ درگیر چت بازیه. بابا نگو مامانم میبینه. درسو میشناسه. خب میریم نفر بعدی. دوستان مثلا جواب تلفن رو نمیدن. مثلا آراد. چه واسه بخوام پول بدم. مثلا آراد. نگی پیش همین ما. آرادو بگیر که نداره. بگو داشت گیر کردم. تو باش حرف بزنم. کار دارم بهش دهنم خوش میشه. شرمنده. اما آب میخوام. واسه استرسه. جلو دوربینیم اولین بار. 2000 years. الو سلام داداش، خوبی؟ چه خبر؟ خوبی قربونت. چکرتیم. کجایی آرا؟ صدا چیه؟ جوربره؟ قرض از مزاحمت داداش. میگم قرض از مزاحمت. اومدم کرج من با ماشین با بزرگم. بعد یه دونه خانومه اومد پیچید جلوم، زدم تو سپرعقبش. بعد الان وایساده میگه 2 تومن بده برم. من زنگ میزنم افسر، منم گواهینامه ندارم، داری یه 2 تومن بزنی؟ میگم یه 2 تومن میخواد زنه، زنگ نزنه افسر. شب برات جابجا میکنم. خدا شاهده الان خودت شاهدی دیروز برات زدم ولی یک ریال دیگه فرصتم نیست. چند دقیقه طول میکشه؟ چند دقیقه بزار یه زنگ بزنم یه دفعه که میگه اگه داشته باشه میتونم به تفاهم میگه بده برات میگیرم. باشه خبرم کن. قربونت. خدافظ. اولی که مایه رو گذاشت. اولی مایه رو میده. میگه پول دیروز باید بدی. پول دیروز دارم به تو خالیم. نفر هرکی باشه مازیار که نمیده ولی خود زنگ بزنه. داداش به قرآن دستم مازیار میگه دعوا. بگو قرار دعوا گذاشتیم بیا میدوا. ولی پول نمیشه. پاسو گودرزی اصفهانی هم داریم تو کار. اصفهانی پولدار. پاسو گودرزی زنگ نمیزنیم. زنگ میزنم من. اصفهانی مظاهر زنگ زدی؟ مازیاره. پولو بگیم به مازیار. آره. بگو 1 تومن. رکورد میشه اون؟ آره ایشالله دیگه ما امید خدا زدیمش رکورد. جواب تلفن هم نمیدین هیچ. آراد ولی خدایی دمش گرم. دست و بالش هم نباشه جور میکنن، جابجا میکنن. دمت گرم، از همین تیرون ازت تشکر میکنم. سلامتی خود. سلام مازیار، خوبی؟ سلام، خوبی جواد جان؟ چه خبر قربونت؟ سلامت باشی. سلامتی فرات جان. آقا زیاد وقتتون نگیرم مازیار. اختیار داری. گفتم قضیه نظری رو من داشتم پخش میکردم، اومدم کرج. ماشین با بزرگم دستمه. و یه دونه پرایده رانندش خانومه پیچید جلوم، زدم تو سپرعقبش. الان 2 تومن میخواد، میگه 2 تومن بده زنگ نزنم مامور بیاد. ما هم که گواهینامه نداریم. داری یه 2 تومن جابجا کنی برام؟ خدا ندارم جواد داداش.
جدی؟ به قرآن چیکار کنیم اسی نداره؟ کجایی؟ من الان سمت 45 متری ام. میخوای بیام شه؟ نه دمت گرم چیزی نیست ولی خب میگم پول یکم بحث پول از زنه میگه 2 تومن بده زنگ نزنم مامور بیاد. به خدا ندارم جواد باش. بچه ها میتونی بگیری دست در نکن لطف کردی زنگ میزنم بهت. کیا شایده چی؟ کیاشا زنگ نزدم بهش والا اولین نفر تو اومدی تو زنم. داداش شرمنده قربونت چاکرتیم زنگ میزنم بهت. برات شرم قربونت خدافظ. کارش دیده قربونت باشه حتما قربونت خدافظ. خدافظ این خداوندی پولاش میداد. آره خدایی پول داشت ما زیادم کم نمیذاره. آره. آره بریم چی؟ داشت یه سر میکنه. داشت گرفته. به خدا رو هم میذارم. گفت خوردی. حالا ببین کی رو میذارم. خب. جلک دادم جلک چی میگه؟ جلک رو بهش داره. رکورد ویدیوه. چی میت علیرضا خودمون آجی. علیرضا رو خب من حرف بزنم. بگو با جواد تصادف کردیم همین الان زنه بگو جواد رفته اون ور داره با زنه صحبت میکنه. وایسا. با اولین نکن. الو علیرضا داداش سلام خوبی؟ سلام چطوری؟ چه خبر قربون شناختی داداش؟ خوبی؟ قربون سلامت باشی جیگر. چه خبر؟ سلامتی. چه میکنی؟ هیچی بالا داشت اومدیم سمت اشکل با جواد با ماشینه آه؟ ماشین باباش با بزرگش اینم کیه؟ تیباه. آه آره اومدیم سمت اشکل تصادف کرد زد یه سپر زنی. ای آره بابا 2 تومن باید بدی زن از افسر بیاد. دیگه خودش داده پیش زنه است گفت زنگ بزن علیرضا ببین داره جابجا کن 2 تومن. نه اولا من سوغار وارد نکردم پیام خودم الان پول خونه است نقده اینم داش وای نمیسته میگه بریم. میگم خودم چیکار کنم علی گفت علیرضا ببین چیکار میکنه. داره بده. من الان سوغار وارد نکردم الان باش داش الان بهش میگم دمش چی گرم. بزنم؟ اول الو سلام سلام علی خوبی چه خبر؟ الان تو بیرونی الان؟ الان من شهر قدیمم آره. صدا در یه جا دیگه در میاد کجا؟ تو ماشینم. چی شده دیگه؟ بابا داشتم میومدم بپیشم سمت شهر جدید یه پرایده رانندش زنه جلوم زد رو ترمز بعد دیگه زدم سپرقه بهش میگه 2 تومن بده زنگ نزنم مامور بیاد. منم گواهینامه ندارم گفتم خدا چی کنیم؟ مگه ماشین بابات نبرده مگه؟ نه بابام خونه است الان. چرا من تحویل دادین؟ بدم به زنگ بزنم باشه خدافظ. حالا ساکورش بود. به مامانش نگردم. همون نمیدونم با من کدوم گوری هستی با ماشین کی تصادف کردی؟ فلش زمزم بعدی نمیگی. زنگ بزن به این خط. و علی چون پشت سرم افتاد. علیرضا زنگ نزنی شر کنی واسم. علیرضا بگی نشی این کلیپ تا بیاد بیرون این بچه دیگه زنده یا بوده من اصلا یاد بوده این کلیپه. خب کی بزنی؟ نفر بعدی توی دارم میرم پایینم کی هست؟ سینا گنزخالو. سینا میزنه تو منو. سینا رو ولش کن کسایی که میزنن رو نمیخوایم زنگ بزنیم سینا میزنه چون سینا داره همه بچه‌ها میزنن سینا پول خب داره مطبخ داره بچه‌ها دست و بالشون باشه میزنن ولی خب چون ما میدونیم دست و بال سینا بازه و میتونه جابجا کنه آره. سر همون زنگ میزنیم که یکم ویدیو جنبه فانش بیشتر بشه. خب کی زن بزنیم؟ بذار ببینم کی پیدا دختر خالتو زن بزن. نه اصلا نداش. بزن رو تصادف کردم. کل خاندان میگه. این کلیپ هم میبینه دیگه یوتیوب. زنگ بزنم بچه کمال بود یکی هاشو زن بزن. تو کیاشو میگه 5 تومن. میگه 5 تومن نداره. یه تومن سری میزنه. یه شده بگیره بگو گفته 5 تومن بده. 2 تومنش الان نیما اوکی کرده. 3 تومن میخواد. میدونی من اوکی کنی؟ کیاشو رو بگیر. بگو 5 تومن خواسته 2 تومن رو داده 3 تومنو اوکی کن. بریم تو کارش. بریم داداش. ملاقمون باشه ناموس. امیدوارم دعوای رکورد باشه.
چه داستانی برامون درست کردی نیما. یه من عینکمو بیارم. سر کار کیه شد؟ سر کار. خب کیاشام جواب نداد. کیاشا رد. یه زبدر بزن. ایزی کنه بابره من بکو. خب میریم برای نفر بعدی. اسیم بزن. اسماعیل زاده بزن از باز. اسماعیل زاده پول داشته همه بخیر. مرد مومه. پاس گودرزن میزنیم بعدیش. اسفانی بابا دو اسم کسایی میاری که اصلا یه قیمتشون در نمیاد. یه اسفانی بشه داد پولا رو بشه خسیس. ببین در این حد خسیسه. امروز صندلی جلوی جواد بود برای امتحانش چی بود امروز؟ امتحان زبان. داداش من زبانش فوله. داداش من میرسونم فلانه. امتحان که شروع شد اینقدر هیکلشه. روح الله داداش خدا رحمتش کنه. به قرآن نگاه می‌کردی میزو بسته بود. در اون حد. آدم بشه خسیس کیه؟ مهدی سلیمانی کیه؟ بچه اون پسری بود زنگ زدم امروز با هم دیگه بودیم. این بعدش بوده؟ سلام مهدی جون خوبی چه خبر؟ چکرت هم سلامت باشی. مهدی دستت بند کنی؟ جان؟ میگم دستت بند کنیست؟ نه داداش چکرت هم واسه تو همیشه وقت هست. چاکرتیم سلامت باشی. فدات خوبی بشم رولی. آقا زیاد وقتتو نگیرم مهدی. چرا؟ ماشین بابام برداشتم خب رفتم سمت 45 متری بعد یه دونه پرایده رانندش خانومه پیچید جلوم خب بعد تو اومدم ترمزو بگیرم رفتم تو در عقبش اوه خب بعد الان میگه 10 تومن بده زنگ نزنم مأمور بیاد منم گواهینامه ندارم گفتم خدایا چیکار کنم زنگ بزنم ببینم مهدی دست و بالش هست یا نه کجای 45 متری؟ آره والا والا ندارم من به خدا دیروز من خودم رفتم واسه ثبت نام گواهینامه خب از بابام گرفتم یه نمیدونم از کی بگیرم والا نه اگه دست و بالت نیست اصلا موردی نیست زنگ میزنم آره یکی دو نفر دیگه بابام ببینم شهرمنده چاکرتیم نه بابا این چه حرفیه ثابت شده ای شما داداش قربونه روز خوبی داشته باشی چکرت خدافظ آجی اینا بده نیستن. زن اسماعیل زاده؟ گفتم 10 تومن خوب 5 تومن می‌خواستم زن میگم میگفتی خب 5 نیما میده دیگه. بزن اشکال نداره. مهدی جون انجا بهت بوس میفرستیم. مهدی جون چاکرتم دم گرم. بزن اسماعیل زاده. اسماعیلی بودی شو نیکویو بگیرم نیکویی بیل. داداش شیشه مشروباش فروخت. آراد زنگ زد الو الو سلام آراد خوبی چه خبر کجایی؟ من الان همون محل تصادفم به خدا شرمنده الان هم به دو پسر خالم زنگ دادم خب پسرمون زنگ دادم فدا سر داداش الان زنگ میزنیم باز زنگ میزنیم یکی دو نفر خورد جورش میکنیم باش به چشم قربونه. به خدا زنگ نه ولش کن درستش میکنم آراد آره دمت گرم قربونت لطف کردی نه بابا نزن این حرفو اگه پول داشتم به جون آدم اصلا پول من تو نداره ثابت شده ای دیروز بهت گفتم بگاهی مالی بدی دادم به قرآن الان فکر کنم 50 تا 70 تا به کارتمه فدا سرت اصلا موردی نیست شما ثابت شده ای سلامت خواهش میکنم نزن این حرفو رو دمت گرم سلام برسون قربونت خدافظ شاکرتیم خدافظ آراد دمت بشناسی گرم دیگه آراد. بچه این استاس. کف این بوس استاس. از همینجا بتا بفهم اسکوشو گرفتیم در ریاکشن آراد رو توی آره دیگه استوری بفهم پیج اسکوشو دنبال گرفتیم. کنید بعد اینکه فهمید آراد ویدیو رو دید ریاکشنشو توی بزن اسی. استوری پیج بلک راد میذاریم تاریخشو نمیگم روز پنجشنبه همین هفته آره. تو کامنت هم بنویسیم آراد قلب. جلوش بنویسیم پول نداره. دوستان مهدی سلیمانی زنگ زد آره، ببینم چیه؟ فکر کنم پولو تونسته باشه جور کرده باشه ببینیم چی میگه بریم 3 2 1 بریم جانم داداش الو جانم مهدی داداش خوبی؟ قربونت چاکرت الان کجایی؟ من الان سر پونه خونه ای؟ پونه میگم سر پونه آها 45 متر آره ببین جان وایسا من
نمیدونم کار برسم بعد میخوای بیا. نه داداش نه بابا اصلا میگم بس چیزش نیست، یکم پول جور کنم. زنه سلیطه است خب، بعد اصلا دنبال چیزه، میدونه گواهینامه ندارم میخواد بتیغه. حالا یه کارش میکنم، من زنگ میزنم بابام دیگه. من گفتم بابام نفهمه داستان نشه نهایتا. جان؟ پلیس هنوز نیومده؟ نه میگه پول اگه بتونی برام جور کنیم زنگ نمیزنیم مامور بیاد، من خسارت ماشین رو میگم میدم. ولشون غلط کرده. خسارت ماشینش همون 10 میلیون یا 10 میلیون باج میخواد. 10 میلیون باز میخواد، فکر نکنم کلا ماشین 3-4 تومن خرج بر داشته باشه. ببین وایسا من چیز کنم با یکی از بچه‌های گواهینامه دار بیام الان اونجا بگو گواهی برنده بوده. وایسا الان نمیخواد متی. ببین وایسا 20 دقیقه نیم ساعت دیگه اونجا میگه با چیز دیره بابا، نیم ساعت دیگه طرف. بهش بگو آقا من پولو میزنم بذار نیم ساعت دیگه پولمو میزنم. منم الان راه میافتم سری میام. متی شوخی داشتم میکردم بود داداش. شرمنده ازم پشت صحنه ببخشید. یوتیوبیم. دارم کلیپ رکورد میکنم و قرار شده ببینم بچه ها مثلا کدومشون بیشتر مایه میذارن. شما که ثابت شده ای از قبل، حالا کلیپ هم برات میفرستم. واقعا پول نداشتم. داداش شما ثابت شده ای، نزنید حرفو. بازم دمت گرم لطف کردی، هم که پیگیر بودی خودش. خدا اصلا داشتم میدادم. میدونم مگه نمیشناسم تو رو داداش، با هم دیگه بزرگ شدیم توی من. قلب منی. خیلی بازم لطف کردی، چاکرتیم. روز خوبی داشته باشی. یا علی خدافظ. بالاخره یکیشون فهمید. میخواست باشه بیاد. اینطوریه بچه‌ها. آره خدای دمشون گرم. آیه میذاره. آره بزن. یه سوال رسیدم زنگ بزن. تو کامنت ها باز یه قلب میتی حمایت کنید بنویسید. بچه‌ها. دایرکتا میتی قلب. قلب صوتی بفرستید. میتی پسر گلی. خب یکی هست. آراد که زدیم. اسی فعلا. کدومش؟ اسی علی اصغر خوابه. جواب تلفن نمیده. اسماعیل زاده. جواب تلفن نمیده. چرا نمیده؟ خب تو گوشی تو بیا تو زنگ بزن. من گوشی من رکورد داداش. حواست به کجاست؟ رکورد داره میکنه. راست میگی. زنگ بزن به پاسخگوی رزیف. میخوام ثابت کنم آقا شادی و اصفهانی دست دلباز شدم. فکر نکنم. ما که رفیقمون دست دلباز نیست. فکر نکنم اسم. زنگ بزن بهش. جسارت به آره دیگه نباشه. ما رفیقای ما اصفهانی شوخی زیاد داریم داریم. الان. ولی خب دمشون هم این گرم. من سفته. این آره. اون داماد خودمون چه خانساره. باب اسفند چی میذاره؟ الو سلام پارسا، خوبی؟ چه خبر؟ سلامت باشی. خوبی؟ چه خبر؟ چاکرتی داداش. زیاد وقتتو نگیرم. اومدیم شهر قدیم. خب اومدیم وسیله بگیریم. بعد این میدونه هست، میدون اولی هشیه، داشتیم دور میزدیم بیام سمت شهر جدید. ماشین بابام برداشتم. میگم با ماشین بابامیم. بعد دور میدون یه دونه خانومه جلوم زد تو ترمز، ما رفتیم تو سپر عقبش. بعد الان 1 تومن پول میخواد. میگه 1 تومن بده زنگ نزنم مامور بیاد، خسارتمو بده برم. ما هم 200-300 تومن بیشتر تو کارتمون نیست. داری 700-800 تومن جابجا کنی برام تا شب برگردونم؟ هیچی ها تمونده ای. میگه کارتمو بده شما پشمات می‌ریزم. بذار ببینم. موجودی بگی ببینم. شاید 200 تومن 200-300 تومن کارم راه نمیفته که آخه مرد حسابی. باشه داداش دمت گرم. زنگ میزنم 1-2 نفر دیگه اوکیش میکنه. قربونت خدافظ. یه چی بگم خارج از شوخی اگه پول داشت بازم نمیداد. قشنگ بوده. اگه پول داشت بازم نمیداد. خب یه بار دیگه گودرز رو میگیریم. گودرز رو کار چیز داره کات درس باید می‌خوره. بخوره. اینا کات باید بخوره. نه کات که نمیخوره. غلط میکنی. داشت کات نداری با مردم دیلی اومدیم بالا. آخه پیشوازه میخوام پیشواز ساقی من پیشوازش نیست. پیشوازش اینه نکن.
همه رفتن. اینا یه زیرنویس پیشش بزن. همه رفتن. خیلی دلیل خوب. داره. همه رفتن. بزنش بیرون. بچه کارتون خواب بود. حرف نداری گودرز. مشتی باورامه. اون داشته باشه 100% میده. مشکلی اینه که جواب تلفن نمیده. یه ضبطش واسه گودرزم بزن. من اینجا. پیدا میکنم جیه. در بزن گوگل. چتی پاتی نیست هم داریم بدیم. بارسلونا رو بگیرمش. نه بود بزن. بهش موشد. باش سیگار چیزی ندارم آخه. زنگ بزنم معلم فیزیک. نوروزی؟ آره زن بزن. این دو تومن نه، این دو تومن میده. چرا وای زن کی؟ آدم نوروزی اصل روستا. چرا معلم به شاگردش پول بده؟ چرا نده؟ چرا خودش تو یوتیوب میخواد کدوم ببینه. معلمی زن که به بزن. شاگردش پول الان ترسیم؟ نمرمون زیر دستشونه میترسیم. تازه پولم میگیرن. الو سلام نیکویی. سلام خوبی چه خبر؟ عمرایی هم داداش. بکنم نشد. خوبی؟ چکرتیم. خونه ای داداش؟ چیه؟ میگم خونه ای؟ آره چطور؟ وقتتون نگیرم. با نیما اومدیم شهر قدیم وسیله بگیریم. ماشین بابام برداشتم. بعد دور میدون یه دونه خانومه زد تو ترمز، ما رفتیم زدیم بهش پدایدی یه طرف. بعد الان میگه 3 تومن بده من زنگ نزنم مأمور بیاد. ما هم که گواهینامه نداریم، ماشین بره پارکینگ، داستان و این داستانا خیلی دیگه چیز میشه. بعد گفتم زنگ بزنم ببینم پول دست و بالت هست یه مقدار قرض بدی، بعد برگردونم تا شب واسه. پولی که من 500 تومن بیشتر ندارم بخوای بدم. نه با 500 تومن که فکر نکنم. 3-4 تومن میخواد زنه. نه موقت نه من خدا پول داشتم که کتاب می‌خرم 500 تومن رو بیشتر ندارم. اگه به کارت میاد بریزم. نه داداش دمت گرم لطف کردی. کاری نداری فعلا؟ نه قربونت خدافظ. آیا علی نیکوی فرد همش علی نیکویی باز فرد. آره باز 500 تومن بود 500 رو ایشون همکار گودرزه شیشه ها رو میفروشه. نه دیگه. شیشه های بطری ها. زنگ بزنم مدیر مدرسه. آی نصیری. میگه کجا کدوم گوری رفتیم؟ نه از نوروزی. زنگ بزنم موبایلی. مدیر ناظم معلم رسیدی به مدیر. خب همزن داداش پولیا داداش باید چونه واسه دانشجو شو تو منو پیار خورده بیاد. زن بزنه فوش میده. زن بزن نوروزی. نه اصلا من زن بزنم شما تکنه ندارم حرفی زن. جعفری رو بگیرم. حسین پول میده. خرخونه که دازای جعفری. آره حسین پرانتز باز کنم اینجا جا داره بگم زن بزن بهش. فکر نکنم خرخونه پول مول دستشون باشه. فکر کنم همه رو مثلا میدن فکر کنم گوشی روشن باشه. کمک درسی گاجو آیکیو مازو. گوشیش روشن بس فکر می‌کنم با پولش می‌خوایم فرار کنیم بریم تایلند. با یه تومن از این هایش فکر بتونیم بریم سر حسین گوشی جعفری بریم. گوشی جواب نمیده داره تست میزنه. الان فصل 3 زیست 12 داره میزنه. داره تست فیزیک میزنه. امروز صبح گروه گوشی من کسایی که جواب ندادن میخوان زنگ بزنن. جانم داداش چیکار داری؟ رفیشی اسم خورده. حسین جعفری ممنونم ازت. کی؟ بابت- گنج خانلو زن بزن 5 داش بگیریم. تهش میده میریم یه میکروفون میزنیم. سینا رو بگیرم زیر 15 بهش نمیگم. بچه ما هست. میخوام یه عددی بگم نتونه بده. آره دیگه خب نتونه بده. بزنه که داداش میخوام برگردون. اصلا قشنگی این کلیپ که داریم رکورد میکنیم به همینه که نتونیم. به همینه که پول بده بریم لوازم بخریم. الان گیر میکروفونیم ما. الو سلام سینا خوبی؟ سلام. چه خبر خوبی؟ قربون سلامت باشی. چکرتیم. سینا دستت بند که نیست. جدی؟ ما اومدیم با نیما اومدیم شهر قدیم، بعد ماشین بابام برداشتم اومدیم وسیله بگیریم. دور این میدون اولیه هست، میدون شهر قدیم. میدون فشنده چیه بهش میگن؟
آقا اومدیم بیایم سمت شهر جدید، یه دونه پراگی جلوم بود، یه دفعه زد دو ترمز، ما رفتیم تو سپر عقبش. بعد پیاده شد دیدم خانومه، میگه 15 تومن بده زنگ نزنم مامور بیاد. فهمیده گواهینامه ندارم، داره اخاذی میکنه. گفتم اینم چقدر دست و بالت جور کنی برام تا شب برگردونم. 15 تومن میخواد ازت؟ 15 تومن میخواد. میگه آره سپرم شکسته، نمیدونم صندوقم رفته تو فلان. داداش سپر پیرای قیمت بده چقدر؟ درود به مرام، درود به عظمتت. نه خب الان میدونم مثلا بحث چیز نمیارزه اصلا بخوام انقدر پول بدم، ولی خب داداش گردن نگیری ها. چرا؟ زنگ بزن دارم کجایی؟ من شهر قدیمیم دیگه، نشستم تو ماشین، زنم اون بره، میگه تا نیم ساعت دیگه پولو واسم جور نکنی زنگ میزنم مامور. زنگ بزن بابا بیاد سر چیز، تو از اونجا بلند شو برو ماشین رو بده دست سویچ بده دست بابا بلند شو برو از اونجا کلا. داستان میشه. ها؟ پول نداری الان به من بدی یعنی؟ نه والا. هیچی. ببین اصلا اشتباه این حرکته. گیر کنی دیگه اصلا. اصلا اشتباه حرکته. ببین منو اسمکو بزن سوار ماشین شو زنگ بزن بابات بکن اینجوری شده بابات بیاد پشت سلا گواهینامه داره بیمه هم میده بهش تمام میشه میره اصلا گردن نگیری ها. خب مشکل میدونی کجاه؟ کجا؟ بابای من الان تهرانه، بعد اصلا موندم، میدونی چی میگم؟ تا بابام برسه اینجا داستان میشه، ماشین بره پارکینگ، ماشینم امانته، مال با بزرگمه، مال خودش بود اصلا، مال خودش بود اصلا، میگفتم بذار ببره پارکینگ. جا؟ اونم بابا، نه بابا اونم کرجه، کسی رو ندارم اینجا. آره والا الان دو و نیم جور کردم، بعد حالا یکم چکوچونه میزنم بزنم میگم جا؟ خب 15 تومانی که میگه زوره. نه 15 تومن که میگم صحبت میکنه، نهایتا میاریمشو 10 تومن اینا ببینم قبول میکنه. زوره آخه. چی کنم دیگه، گیر کردم. حالا بذار دوباره زنگ میزنیم دو سه نفر ببینم تا چقدر میتونیم جور کنیم. خبر بده دیگه. باشه دمت گرم، لطف کردی بازم. قربونت. نگیری ها. چیکار کنم، چاره نیستی. به قرون ببندی فرار کنی صلاحه. نمیشه سینا، گیر کردم. چون اون الان چیز کنه آخه 10 تومن ندارد بهرام تو چی اومدی و پول داریم خواهد کسی بود در بود زنگت موقع چی دست این هم هستی میتونه دبم در بیاره. آفر آدم فرد تو برامون برکت همون الان پول بده بهش داره مشورت کنه. وای قدش کن بابا، وقت نداریم. برگرد بزنه زیرش باشه حالا بذار ببینم چیکارش میکنیم. نکنی ها. باشه دمت گرم. گفتم بهت. باشه بذار ببینم چیکار میکنم. میتونم خرش کنم بگم حالا برو، بعداً یه چیزی بهش بدم، یه شماره یه چیزی. یه مدارک چیزی بدی بهش بگو بده اونجوری انقدی کنی. کارت ملی با بزرگم تو ماشینه، بذار ببینم قبول میکنه. بدین چیکار میکنی ولی نده چون داستان میشه. باشه دمت گرم. بازم لطف کردی. قربونت. خدافظ. سینا جان ممنونم ازت که مشورت میکنی و راه میذاری جلو پای ما که چطور سینا زندگی چون ماشین بهتری بازه آره خب، میدونه این داستانا. میدونه این داستانا دیگه بهش چند برو چنده. چرا بدی کرای دیگه کنم 15 تومن نمیارزه. سینا بزن در روی. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. از همینجا سلام میکنم دمش به گرم. الان بخاطر آقاسینا دو تا بگذاریم تو برنامه اضافه کنیم. 4 تا بوق باید بذاریم. 4 تا بوق. سینا جان یکم مدارا کن داداش، پشت تلفنه. کیو بگیم دیگه کسی نمونده که ساعت چنده؟ یه شهر جدید و زنگ زدیم ساعت 1 100,000 تومان هم نتونستیم جور کنیم. نداری باش دلی باش. دوستان عزیز ازتون ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید و اینکه بازم ممنون میشم اگر با لایک، کامنت، سابسکرایب و هر طوری که میتونید حمایتمون کنید. خیلی ممنون میشم ازتون و اینکه تا ویدیو بعدی بدرود. و اینکه اگه نظر دوست دارم بخوام بگم. نه خب تو باید قبل من میگفتی. شما نه قبل من نه بخوام بگم. غلط کردی. بس دیگه خسته شدیم دیگه. من دارم میگم پس
آقا اگه ویدیومون ضعیف بوده اونجوری که 100% بوده. آره ببخشید دیگه، تو کامنت ها به بگیم بزرگی خودتون ویدیو بعدی ببخشید. چطور بگیریم، کیو سورپرایز کنیم، کیو پرنگ کنیم. دوستتون دارم، بوست به کلی همتون.